خرابش کنه. بابا اون پولی که میخوایم بدیم عروسی بگیریم بریزیم تو شکم فامیلا رو میدیم یه سفر خارجی خوب میریم. فامیلای من و تو که کادو درست حسابی نمیدن، میان میخورن میرن تاشم کلی ایراد میگیرن. راست میگی یا پس بیا بریم همون بلیت سفر خارجی بگیریم. بریم. ساسان اینجا بابا بلیت بهترین و ارزون ترین بلیط‌ها و تورا رو توی ایران فقط بابا بلیت داره. خوبه دیگه، بلیطمون از همینجا میگیریم. باشه. پسر خاله تو اینجا چی کار میکنی؟ عروسی چی شد؟ عروسی کنسله، با پولش میخوایم بریم سفر. یعنی چی؟ من 5 تا سکه گذاشته بودم کنار بهتون کادو بدم. ای بابا. کنسل کردید؟ من براتون 207 ماتیکی خریده بودم کادو بدم. اینها دم عروسی پن ما دو تا سرویس سلام می‌خواستیم بهتون کادو بدیم. ساسان بیا عروسی بگیریم. خونه برنگ یاقوت، اما خوش باش بابا تو قطعت کن میخوام کادوها رو اعلام کنم. دختر خاله دومان پتو پلنگی، پسردایی عروس سرویس پلاستیکی توالت، پسرعموی دومان کفایی